خب دیگه را رفتن. ما و نوید اینجا هستیم. ما بچه های اوورتینک هستیم. اشرام تو شیشته بودم دیگه میشه یک 2 دقیقه 3 دقیقه پیش. گفتم کاش ثانیه هم تستات شد. این صحنه زیاد بیز زندگی ما میاد که بگیم کاش ثانیه استارت شد. همیشه میجا باشیم، همیشه هوا هم تو باشه. میشه که مثلا خواندن اگه تبدیل کنیم خواهم تمام دیگه چیزا قیم باشه. اما یه چیزی که حقیقت داره این گپ امکان نداره. متاسفانه. ولی گپ گفتم که امکان نداره یک دلم یک چی میگن دل که میگه افتیدنی یک گپ شد. اما امکان نداره. او خاطر همیشه باید مجابه کنی، یا خنده یا گریان. همیشه ادامه باید بدی. خاطر چی؟ این گپ معلوم نیست که از این که در صحنه خوبتر در زندگی ما میاد یا نه. آره؟ کدام امید داریم. امید بسیار چیز مهمه مثلا. به اون خاطر دین بسیار مهم است امید. نه هیچ وقت امیدتان از خدا پس نگیم، به می خاطر است. امید داریم. شایدم صحنه های بسیار خراب شاید آخرین صحنه خوب ما باشه که در زندگی داشته باشیم. اما امید داریم و هم باید از هر لحظه لذت ببریم. 2 سال پیش یا 3 سال پیش رمضان نکم بدیم. شاید ویدیو کوی خود تک اینجا بانم. اما چپس بسکیت افطار میکردیم، سواری میکردیم. اون وقتا مثلا بسیار بر ما تلخ معلوم میشد. اما حالا که یادم میاد چه یک لحظه خوب بود دیگه. خوب نبود اما یک مزه داشت. یک استرسی که فعلا داریم وقت نداشتیم. یک استرس دیگه نمیفهمم چی است. در ویدیو گفته بودم بیزو کمک کال پاستر میگم. بله ورق چیزم آمد. دیگه گفتن تا 6 ماه دیگه باید از خود سعی دفاع کنی اگر دیپورت میشی. هر ویدیو با یک تمای نو میایم. با یک غم نو میایم اما گپ نیست، لذت میبریم. از کجا میفهمین که اونمو همین چیزی که ما فعلا فکر میکنیم که والا غم است شاید یک دروازه های نو بر ما باز کنه. بله از کجا میفهمین؟ 2 سال پیش وقتی که با اسناد بی ردی برام آمد، اسناد اف آمد، اون زنه هیچ از یادم نمیره. مثلا آمدم از مکتب خانم دیگه کمپ آمدم دیدم که پوست آمده. اوهو مرا گفت سپر گفت حالا که برو که بیت آمده. من گفتم من میفهمم. مرا گفت برو یا بدو که بیت آمده که 10 دقیقه دیگه مونده که پست آفیس بسته شود. خسته هستم بایک اندازم دواش کردم رفتم رفتم اون را گرفتم. باز اونجا یک اندیوالم بود اسمش هارون. او را گفتم بگی ویدیو بگی که دیگه این صحنه رو تقریبا 2 سال منتظر اون بودم. 2 سال دیگه گفتم میره ویدیو بگی که صحنه رو باید من همیشه داشته باشم. که باز میکنم نشته چی نشست نوید دا چیز دا اسناد دا ورق اسناد ورقی که من 2 سال منتظر بودم که مرا سرپرست امو شیر مرا گفت برو که والا اسناد بیت آمده. برو که بدو که ورقی که واز کردم ردیش ما مالا برای اسناد بی ما اسناد ایف برای شما قبول. خلاصه ایت خوش بودم دیگه. ایت خوش بودم که بیخی شو که اول پیش از صبح شوش دیدم چیز است. پیش از مکتب دیدم که برام پوست آمده. امو شو تو بیخی دیدم خواه الک والا چیش میشه چی است دیگه. وقتی که سرپرستا کو گپ ما گفت چقدر برام خوش بودم. خوشترین یکی از انسان ها در زمین یک خفترین شدم.
اما او وقت گفت من او وقت نفهمیدم شاید هم اگه اسناد بی برام می آمد یک کوشش تا و تلاشه که فعلا کردم شاید او وقت نمیکردم و یا شاید هم که اینا لگه دیپورتی ما بیاید دروازه هایی که برام واز مینه شاید پیش باز کردن نمیتونست به او خاطر یا باید بفهمیم همیشه سختی خفگی تمام چیز دیگه که در سر ما میاد یا خوشی تمامش باید درک کنیم آرام ساکن گپ نیست نفس راحت چیزی که فعلا در سر ما قبول هستم امرایی تبدیل کردن نمیتونمش بگم که نه والا نیست است ما در کناری میبینیم مگه چیز منفی است میبینیم کوره بچه رقم چیزای مثبت تبدیل کردن میتونم اصلا اون وقت مغز ما نه آلترناتیو هایش دیگه هم استفاده کردن میتونیم دالیز هایی که ایش نمیفهمیم که اون دالیز ها از در مغز ما اون وقت تو رو پیدا میکنیم ایمانتان قوی باشه امید داشته باشین اگر نمازم میخوانین و نمیخوانین اما بخوانین خوبتر است خدا بخشه ما قضایی کردیم در این سفر ما بخیر انشالله خدا سیب کنه قضایی ما رو بکنیم پس سر بخوانیم این رقمیه دیگه یک دوست داشته باشین لالا اگر دوست هم ندارین آینه را داشته باشین این رقم خوش باشین لذت ببرین و امید داشته باشین خوشم نمیتونین خوش نباشه یکون دفعه خفه باشم و امید داشته باشین یکا به دیگه هم از راستی لالا باش یادم آمد از برای خدا لالا نوید یکان تو از نفری هایشان سعی که نفری میگم نفری و امی دوست دختر یک نفر که خوش چی میگم امروش نفری خو یک چیز عادی است یعنی که در زندگی انسان یک دفعه میاره جدا کمیشن خلاص دیگه زندگیشون میگیرن دست گرفت از این شروع میگن از اون میگن خب نمیخوایم که بیا مساوی گپ چیز بگویم که گپ بگویم که فکر کنیم که ما درک میکنیم اما لالا انسان مادرش از دست میده مادرش از دست میده وقتی که انسان به او وقت او را قبول کردن میتونه میگه که والا مادرم عزیز زادم تو یک دختر چی میگن یک فاطمه را یا خدیجه را یا خدیجه نگو باشه خواه یک نام دیگه چی میگم نامش چی هست یک دختر دیگه از دست دادی گفته یک کون میدر چی خدا از برای خدا چیز میگنی غم میتی یا میگه با دخترها میگم که یک بچه را از میتی خیره دیگه ایش میای از برای خدا دیگه خود گپ نیست البته ایده برای کسایی میگه که زیر سن هستن بزرگ هستن اما عقلشان خورده است بله ها فکرشان مثل طفلا واره او کسایی که هوشیار شوند کسایی که عاقل شوند خوب قسم نیستن جانا جور میشن بخیر بعد از یک بار دوبار این کار کسرشون تیر شده جور میشن جور میشن گپا سر ما هم تیر شده گپ نیست جور میشن اما کارای چیزا نکنین که حالا سیگرت و مچیم شراب و مچیم تو غمت میره اما چیزای منفی که به خود اضافه کردی و امرویت میمانه باور که ولگ 6 ماه 7 ماه یا که یک سال بعد همون دختر یادت بیایه اما سیگرتی که فقط بخاطر رو شروع کردی امرویت ادامه میکنه تا آخر میره کمک ریاضی کمک بگو که والا ما 7 ماه امروی از غم میخورم اما ما 70 سال سیگرت میبینی منفیش چقدر زیاد است بسیار گپادی است برای خدا اقام بیعقل نباشین میگم که بیادبی نکنم اما بیعقل هستین لالا کسی که بیعقل هستی باور که بیعقل هستی حالی گپایت مخاطب داره چی که تو بساب مخاطب زیاد است لالا یک دانشی نمیست ندیده چی شده بودم موره والله اونش نمیگیرم چی شده بودم موره که کمپلا میخوادم میپیشان والا ما میمرم والا ما خود فکر نمیگم گپاره مسافری گپار خواب باز چه زد نفر باز خودش هم میفهمه هر کس خودش هم میشناسه شاید ایش نفهمم که نفر غم داره اما ویدیو رو که میبینه شاید بگه که والا ما رقم بیعقل هستم مثلا بیعقلیتون هم بپذیرین بگم بیعقل هستم بخاطر کدام چیزا که دکلیتون می خودت بگو یا دقیقه بگو صبر کن بگو تو فعلا تو بیعقل هستی این گپ دکلیتون فقط بخاطر بیعقلیم باز نکم کاره خلاص بس از دیگه ما بریم آیستا
دیر میشه باز.